شنیدم که رفتین یه پیج عمومی زدین برای خودتون. بله من چیم از تو کمتره؟ شما بعد چرا دیگه اونجا اکانت شخصی تو معرفی کردی؟ همینه دیگه، اونقدر دقتون بدم. تازه اونجا تو شخصی زدم دایرکت مساوی ابولک. آها صحیح. هر کی هم تولدم استوری گذاشته و تبریک گفته بود همون رو دوباره استوری کردم. نکنین کار. هر عکسی هم که پست میکنم همون رو دوباره استوری میکنم، نوشتم نیو پست. درسته. هر کی هم فالو میکنه من اول فالو میکنم ببینم اس بعد اکسپت میکنم. حالا گوشی تو که گرفتم میفهم. یه ست مارتی هم برام نخریدی بپوشیم پشم پوریامون ریخته پیدا نباشه. بحثو عوض نکن. باشه خواستون لاناتی عزیزم. نکن بگو از چی ناراحتی تا با هم دیگه حلش کنی. مهم نی. بیایم بالتو بده من تو چشم نگاه کنه و بالتو بذار تو. بدم میاد. خب بگو دیگه. برو با همون که تا چهار صبحش ترک میکرد. بابا به خدا یه لحظه رفتم از رو عادت بود. 12 به من شب بخیر میگه بعد آنلاین میشی. جونه تو میخواستم بخوابم ولی این کد تخفیف فیلم ها رو که زدم درگیر سریال شدم تا چهار صبح. منم پشت گوشم مخملی. نگو اینجوری. من الان پلوی کیم؟ من با کیم؟ این مهمه. گفتم که مهم نیست. این جمله قبلا جواب. خب میریم اون قفس قشنگه رو بعد میخرم امروز. راست میگی؟ نه خاک بستاره. سلام، هر تو چطور؟ شهر براتون جالب باشه که بدون یه گوگاب در قرنطینه چی کار میکنیم ببینیم با هم دیگه. قسمت عمدهش همش به خوردن میگذره. اینا رو که پخش کنیم بعد میذاریمش تو فیلم. آره تو بپاچوش، من یه تیکه پنیر پیتزا دارم اینجا به خودم میکنم. باشه بخور نوش جونه. زیتون هر دوست نداره و کماکان به خوردن میگذره. اصلا اینجا نخوردی ها. دیگه همه بابسیار خودی چی باشن جلو من خجالت بگی. بعدش هم که همه فیلم ترسناک به راهه. بیا ببین چی گذاشتن فقط نترسی ها. یه گوگاب از چی نمیترسی؟ چیه این گذاشت؟ من که نمیترسی. پاکیزگی هم که از صفات بارزی گوگاب. بازی باید کی سر بیار بکش باشه من. بعدش هم که از کارما گالری آنلاین لباس سفارش میدیم. چقدر از کارما لباس سفارش میدی؟ دیگه کمد جا نداره. صحبت نباشه، میخوام بپوشم برم جلو آینه نونوی کنم بر خودم. بیا نشد ولشته. عافیت باشه. مرسی. یک همومی من بسازم 40 ستون 40 پنجره. دیگه پری هم نمونده به تا. کندم گذاشتم تو رختکن. شما با لباس توش میگیری؟ آهان منطقی. به جای حرفا این اسکاچ برده پشت منو کیسته بکش. بله چشم. پاکیزگی از صفات بارز یه گوگابه. ماشاءالله. این حوله و لوکسیون منم آماده کن، میخوام بیام بیرون. فوری چه کاری میده؟ آماده از تشریف بیاریم. تو هم بیا یه آبی بگی. خیلی ممنون از دفعه